کتاب دوستی بهترین انسان است. هر نفری که کتاب میخواند هیچگاه خود را تنها احساس نمیکند. سلام تماشابینان عزتمند. نشر نوبتی برنامه انیس کنجی تنهایی مهمان خاندان شماست. و این لحظه ما صحبت داریم با یکی از اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، پروانه حبیبова. درود بر شما پروانه. السلام علیکم. شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. رحمت. خب پروانه بیایید سر اول خود را خوبتر معرفی کنید. من حبیبه پروانه، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 78 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و اشتراکچی سال دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ایجاد نثر. آفرین به شما. خب طول 2 سال است که در این آزمون اشتراک می نمایید. بگویید که در این 2 سال به کدام دور آمده رسیده؟ من سال گذشته سال 2023 در دوره جمهوریوی راحت پیدا نکردم و از این پشیمان نیستم، چون میگویند از ناامیدی ها بسا امید است، پایان شب سیاه سفید است و تصمیم گرفتم که در سال 2024 با تیاری جدی تا دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است رفته جای نمایان را اشغال نمایم. آفرین به شما. یعنی در سال 2023 شما آیا در دور نهایی آزمون اشتراک نمودید؟ نه. نکردین. یعنی در دوره شهری اشتراک کردید تمام. آفرین به شما. یعنی امسال سعی و تلاش زیاد نموده ایستاده تا در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان کردید. بله. خب پروانه بگوید که از روی این نامینه یعنی نامیناسیون ایجاد نثر شما باید چقدر حکایه ها، چقدر افسانه ها، چقدر خلاصه ایجاد کنید که در این آزمون حق اشتراک کردن را دارید؟ باید هر یک داوطلب برای در نامیناسیون ایجاد نثر اشتراک ورزند 5 حکایه، 5 افسانه و 2 اسه به خوبی نوشته داشته باشند. من زیاده 30 حکایه، 25 افسانه و 5 اسه ایجاد نمودم. یعنی شما حتی از طلبات نظامنامه نیز زیاد نوشتید؟ بله. پروانه واقعا هم چگونه که من شاهد گردیدم الکی به دست ما رسید کتابچه مجموعه حکایه های شما، البته سیر سیراب به چاپ رسیده است و بیاید از این کتابچه یک حکایه بهترین خود را بهر ما نقل کنید. مرحمت. جمشید نام پسرکی بود. او به خواندن کتاب شوق و رغبتی زیاد داشت. جمشید همیشه با خود کتابچه‌ای را می‌گردانید که برایش نهایت عزیز و خاص بود. حتی با آن هم نام گذاشته بود، دانویک. همه به جمشید میگفت برای چه کتابچه‌ات را دانویک میگویی؟ جمشید باشد به سوالشان چنین پاسخ میداد: برای آنکه در داخل کتابچه‌ام معلومات‌های زیادی وابسته به تمام علم‌های زمان موجود است. اگر آن را مطالعه نموده معلومات‌های لازمش را در خاطر حفظ کنی، البته دانا میشوی. از همان لحاظ من آن را دانویک میگویم. جمشید کتابچه‌اش را آنقدر دوست می‌داشت که لحظه ای را بدون مطالعه آن گذرانیدن نمی‌خواست. هرگاه که وقت مساعد پیدا می‌شد، در کتابش را برآورده شروع به خواندن می‌کرد. گاه در راهرو، گاهی در اتوبوس و گاهی در نشستگاه مکتب و گاهی دیگر در ایستگاه. خلاص برای وقتش را با دانویکش گذرانیدن تمام جای برایش مکان مساعد بود تا لحظه با دوست بی‌زبانش در تکلم نشود. و وقتی که جمشید در اینجا چگونه که قید کردن به مورد است، وقتی که جمشید پدرش در روسیه بود و برایش یک عدد تلفنی هوشمند روان کرد و وقتی خود را با تلفن موبیلی میگذراند از روزها میگذشتند و مهر جمشید نسبت کتابچه‌اش کم میشد. یک روز معلمه به مادرش زنگ زده به درس‌های تیار نبودن جمشید را نقل کرد. مادرش فهمید که سبب این همه نابسامانی‌ها این همان تلفن موبیلی است و از دست پسرش تلفن را کشیده گرفت و جمشید باشد به نزد کتابچه‌اش برگشت و دید که کتابچه‌اش پر از چنگ و غبار. جمشید با یک سچاق نمناک بالای کتابچه‌اش را پاک کرد و کتابش را در آغوشش گرفته گفت: وقتی که من همراه تو بودم همه ما رو با سواد و دانو میگفتند و وقتی از تو جدا شدم و به تلفن دوست شدم از من تمام معلمه ها شکایت کردند و اکنون نه فهمیدم که از کتاب دیده چیز قیمت بهایی نیست. آفرین. خب پروانه شما در راه ایجاد که را استاد خود انتخاب کرده اید؟ در این جاده انتخاب کرده من استادانم خیرالدین خیراندیش و رحمان و لطیفه ما راهنمایی میکنند و من به آنها عرض سپاس میکنم. خب پروانه واقعا هم چگونه که من اطلاع دارم استاد
خیرالدینов خیراندیش شاعر هستند و شما نویسنده. شما حکایه ایجاد میکنید یا اینکه با نویسندگی مشغول هستید. چگونه شما رو راهنمایی میکنند؟ استاد خیراندیش چگونه که به دیگران معلوم است هر روز چهارشنبه محفل دارد با نام محفل همیشه بهار و من اعضای فعال محفل همیشه بهار هستم. استاد خیراندیش بر ضمن شاعر بودنش باز حکایه های نوقلمان را تحلیل میکند. بله درست است. یعنی شما رو در محفل خود راهنمایی میکند. بله. اصلا با شما. خب پروانه بگویید که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در حیات شما چه جایگاهی دارد؟ آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در حیات من نقش کلیدی باخته است و من در این آزمون با نفوذ اشتراک ورزیده دوستانی بهترین هم پیدا نمودم. آفرین. در حقیقت هم این آزمون در برابر آنه که هر یک اشتراکچی کتابی بیشتر میخواند اینچنین آشنا میشود با دیگر نفران کتابخوان، با استادان، با دیگر خیلی دوستان زیاد پیدا میکند. البته خب شما فکر میکنم که در برابر ایجاد نمودن حکایه ها اینچنین به حفظ شعرها نیز مشغول هستید. شما آیا در وصف وطن، در وصف کتاب، در وصف تاجیکستان، در وصف پدر مادر شعر میدانید؟ بله و حالا باشد میخواهم یک شعر از استاد محمد غایب را برای شما قرائت نمایم. مرحبا. در جهانی مهربانی بی‌نظیر مادرم، در دیاری با وفایان تو امیر مادرم، خونشینی های تو ما رو جهانبین کرده است، بهر آزادی ما در خود اسیر مادرم. زودگرد آسیاب عمر بر مویت نشست، از جوانی از غم ما رنگ پیر مادرم، سرخرو از سوختنها نان اقبال تو شد، در تنور زندگی مثل خمیر مادرم. باری ناز ما میان قلب‌ها را بشکند، تو فقط این بار را در گوش گیری مادرم. علم راه جانفدایی را به ما آموخته، صدقه‌ات بادا هزاران جان کبیر مادرم. امتحان مرگ را در زندگی بسپرده، زندگی بخشنده هرگز نمیری مادرم. آفرین. بله در حقیقت هم این مادر نفری هست که برای فرزند زندگی میبخشد، امید میبخشد و فرزندش رو با مهر و محبت و صمیمیت کلان میکند و راه زندگی آن رو تلاش می‌ورزد تا درخشان سازد. پس میباید که ما فرزندان همیشه مادران خود را احترام کنیم. بله. خب پروانه بگویید که شما در یک شبانه روز چقدر وقتتون رو با کتابخوانی به ایجاد میبخشید؟ من در دوام روز 2 ساعت خود را صرف کتاب خواندن میکنم. آفرین. کتابخوانی برای شما دشوار نیست؟ نه. خب چگونه انسان میتواند کتابخوان شود؟ امروز ها میبینیم کودکان نورسان رو که بیشتر با تلفن موبیلی بند هستند، یعنی تلاش می‌ورزند تا پیوسته تلفن های موبیلی رو استفاده کنند و با کتابخانه ها البته نمیروند. چگونه میتوان آنها رو کتابخوان کرد به فکر شما؟ به فکر من آنها میتوانند در برنامه ها و در آزمون و اینچنین در محفل ها اشتراک ورزند و دانش و ملکه خود را باز هم زیاد کردنند و چگونه که به همگان معلوم است آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، دارای 6 نامیناسیون است. خوانندگان می توانند در این 6 نامیناسیون در نامیناسیون انتخاب کرده خود را خواندم در این آزمون با نفوذ اشتراک ورزند. یعنی هر نفر می تواند که در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است البته اشتراک نماید. بله. درست هستین. و پروانه بیایید یک شعر در وصف وطن بخونید. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. آفرین به شما. خب پروانه شما به همه آن نفرانی که ما و شما رو تماشا دارند چی مصلحت میدهید؟ با همسالان خود توصیه میدیم که رو به خواندن بیارند و در آزمون ها در برنامه ها اشتراک ورزیده دانش خود را باز هم صیقل دادند. خب پروانه بیاید در آخر برنامه یک شعر دوست داشته خود را قرائت کنید. و من میخواهم بعد تماشابینان یک شعر که بهر آموزگاران قرائت نمایم. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دست چون تحفه سپارم. بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دایم به روزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. حرف درست خواندم از شوق می دمیده،
ناقص که می نوشتم بر خویش می تپیده. تا سربلند باشم بسیار سرخمیده، بار گران مهنت بر دوش خود کشیده. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. آفرین پروانه به همه آن نفرانی که ما و شما را تماشا دارند همچون اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، چی مصلحت میدهید؟ من به همسالان خود توصیه میدهم که رو به کتاب خواندن آورند، در آزمون‌های اشتراک ورزیده دانش خود را باز هم زیاد گردانند. تشکر. خب پروانه، بار دیگر شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. رحمت. با شما کامیابی و موفقیت تمنا داریم. رحمت. بینندگان عزیز، یادرس میشویم که قهرمانی برنامه ما بودند پروانه حبیبова، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.